این 3 کار رو نکن وقتی که دیابت داری. اولی، همین که از خواب بیدار شدی در جا قند خونت اندازه گیری نکن و صبحونت هم نخور. بذار 2 ساعت زمان بگذره، بعد قند خونت اندازه گیری کن و بعد اگه خواستی صبحونه بخور. چون هولوش ساعت 5 تا 6 هورمون کورتیزول باعث میشه قند خون در بدن بالا بره و تو رو از خواب بیدار کنه. برای همون 2 ساعت زمان میبره که برگرده به حالت عادی. دومی، آب و بدون نمک و املاح معدنی نخورید. حتما به آبتون نمک و املاح معدنی اضافه کنید، چون اگه نمک و املاح معدنی به آب اضافه نکنید باعث میشه که بدنتون هیدراته نشه و بدنی که هیدراته نباشه قند خونش بالا میره. سومی، شبا دیر غذا نخور، چون وقتی شما دیر غذا میخورید باعث میشه که انسولین در بدنتون تا 9 ساعت پایدار باشه. پس سعی کنید زمان خواب و غذا خوردنتون 3 تا 4 ساعت فاصله باشه بینشون. از این 3 تایی بهتون گفتم اگه رعایت کنید باعث میشه که قند خونتون افزایش پیدا نکنه یا اگه اندازه میگیرید قند خونتون رو درست باشه. امیدوارم سلامت و موفق باشین.